استفاده سمرنوکی قطعه‌های زمین نزدیک حولگی در شهر لوکان بیشتر به نظر رسیده. ساکنان این تشبث را در بهتر گردیدن سطح زندگی و تامین احتیاجات عائله با مواد خوراکه و ذخیره آن برای 2 سال آینده زمینه بااعتماد می‌دانند. مسئولین و خواجگیداران و ساکنان شهر طبق دستور و توصیه‌های پیشروی معظم ملت در این سمت توجهی به اندازه ظاهر کرده قطعه‌های زمین نزدیک حولگی و خواجگی‌های یاریرسان را پرثمر استفاده می‌برند. اویلای تویروف‌ها از دههای باتروبات جماعت دهاتی گلستان شهری لوکان در برابر دیگر همدهگانشان با استفاده از باد و هوای مساعد و توصیه متخصصان ساحه قطعه زمین نزدیک حولگیشان را که 10 ساتق را تشکیل می‌دهد مقصدناک استفاده کرده. بعد از جمع‌آوری حاصل اول در زمین نزدیک حولگی پومیدور، بایمجان، قرنفل شیرین و تز، مکای دان و لوبیوگی کیش نموده حاصل دلخواه به دست آورده استودند. جهتی در عمل تطبیق نمودن دستور سپرشوی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر لوکان نقشه چرابینی اصول دهه به دهه تشکیل گردیده هر هفته گروهی کاری در دهه و محله‌های شهر از استفاده سمرنوکی قطعه‌های زمین نزدیک حولگی دیدن کرده با ساکنان در این سمت صحبت و بخوری‌های سودمند انجام می‌دهند. طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی امامعلی رحمان سنه 17 ایولی سال 2025 در مجلس وسیع یک بار دیگر تاکید ساختند که طریق اصول خانه به خانه فهمانیده شود که هر یک فرد جامعه از خاندان خود سر کرده برای ثمرناک بردن استفاده بری زمین‌های نزدیک حولگی، ثمرناک استفاده بردن قوه برق و تامین شرایط زندگی به هر یک خاندان مهیا کرده شود. گروه کاری مقامات اجرایی حکومت دولتی در دهه باتروبات جماعت دهاتی گلستان از خانواده اویلای تویروف‌ها دیدن نمودند. در یک گوشه قطعه زمین نزدیک حولگی این اویله باغ اینتنسیوی سیب بنیاد گردیده در بین قطار آن یک چند نامگوی سبزوات پرورش کرده می شود. صحن خانه استقامتی تویروف‌ها در این روز با نقش و نگار ملی، ظرف‌های شیشگی و دیگر رسم و آیین ملی آرا یافته بانوان به حاضرین طرز آماده کردن طعام و خورش‌های ملی و پختن نان در چکدان را نشان دادند. گفته شد که در صورت استفاده سمرناک و عاقلانه زمین در مثال این اویله هر فرد میتواند به دستاوردهای نظررس زندگی نائل گردد. البته امروز ما و شما شاهد آن هستیم که جماعت دهاتی گلستان در هر یک خاندانی که ما رفته ایستادیم طریق اصول خانه به خانه ثمرناک بردن زمین‌های استفاده بری هر یک وجب زمین چخیلی که شما دیده ایستادین در مد اول می‌ایستد و هر یک فرد جمهوری تاجیکستان از آن جمله شهر لوکان کوشش و زحمت کشیده ایستادند که استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای بلندی وطنداری استقبال گیرند. طور مشاهده گردید در اویلای تویروف‌ها از محصول مهنت خویش امسال در زیاده از 200 ظرف شیشگی خورش‌ها آماده و ذخیره کرده شده است. مسئولین و گروه کاری مقامات اجرایی حکومت دولتی از برگزاری اصول دهه به دهه در دهه باتروبات جماعت دهاتی گلستان شهری لوکان اظهار قناعتمندی کرده. تاکید داشتند که این تدبیر با مقصد تامین فراوانی بازار استعمالی و در هر یک اویله به قدر کافی ذخیره نمودن مواد خوراک در دیگر دهه و محله‌های شهر نیز تشکیل و گذرانیده می‌شود.